خوشتربگ مختاری 28 ساله 10 سال اخیر برای کار و تامین عائله بر روسیه می رفت. وی باری اخیر ماه ایونی سال 2022 به مهاجرت رفت. ما خیلی وقت نمی توانستیم با وی تماس گیریم. ماه سپتامبر افسران به ما زنگ زده گفتند انا پسر شما وی زنده و سلامت است. دیرتر معلوم شد که خوشتربگ قرضدار شده در تلگرام یک اعلان دعوت به ارتش را دیده است و به اوکراین رفته است. با او 3 میلیون روبل وعده دادند. وقتی پول را با او دادند دو افسر از داغستان با تپانچه با او تهدید کرده 2 میلیون و 200 هزار روبلش را گرفتند. گفتند باقی مانده را هم به ما میدهی وگرنه ما تو را میکشیم. پسرم مجبور شده است که یک قسم پول را مانده گریزد. او تا سفارت قرقیزستان آمده گفته است که شناسنامه‌اش را گم کرده است و همین طور به وطن برگشت. با گفته خوشتربگ وی 7 ماه در اوکراین بود و در این مدت 2 جراحت جدی برداشت. بعدی بازگشت به قرقیزستان در یک بیمارخانه خصوصی طبابت گرفت. وی ماهی مارت به جنگ رفت. بعدی 2 ماه الکی زخمی شد. باری دوم هنگامی ترکیش جراحت برداشت. تمامی همراهانش کشته شدند. او از هوش رفت. بعد صحت شدن خوشتربگ والدانش به کمیته دولتی امنیت مراجعت کردند. آنها همه چی را نقل کردند. ماه فوریه او بازداشت شد. وقتی ما با کمیته امنیت مراجعت کردیم با ما گفتند که درباره پسر ما یگان معلومات ندارند. او با پلیس رفت. باری اول برگشت. با ما وعده دادند که او را بازداشت نمیکنند و فقط برای بازپرسی دعوت می شود. ولی بعدا او را به سیزا فرستادند و ما دیگر با پسرمان تماس نداریم. 10 می دادگاه ناحیه اروان خوشتربگ را برای شرکت در جنگ اوکراین به 5 سال زندان محکوم کرد. والدان وی به این حکم راضی نیستند و به دادگاه بالایی شکایت کردند. میگویند باید مراجعت اختیاری آنها به مقامات و وضع عائلوی خوشتربگ به نظر گرفته میشد. والدان خوشتربگ به پرزیدنت قرقیزستان مراجعت کردند. صادر نورگوجایویچ، ما از شما کمک میخواهیم. پسر ما به طور معجزه‌ای زنده ماند ولی جراحت وزنین برداشته است. وی به طبابت نیاز دارد. 5 ماه در سیزا بود. همسر او حامله دار است. جای نماند که ما مراجعت نکرده باشیم. بر اساس قانون قرقیزستان برای شرکت در جنگ کشور دیگر از 5 تا 15 سال زندان پیش بینی شده است. خوشتربگ سیومین قرقیزستانی است که برای شرکت در جنگ اوکراین محکوم به زندان می شود.